یک شاخ گل، برنامه شماره 449. این برنامه با همکاری ایرج، پرویز یاحقی، رضا ورزنده و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ موزون چهارگاه از جواد معروفی. اشعار متن برنامه از رفیق اصفهانی، همام تبریزی، واقف خلخالی. غزل آواز از سعدی. گوینده آذر پژوهش. ای دل ز تو خوش سالی و ماهی، به نگاهی خوش کن دل من گاه به گاهی، به نگاهی. بر دیده خونبار من آن قوم که خندند، خون گریدشان دیده الهی، به نگاهی. چنان گشته ام ناتوان از جدایی، که نتوان دگر شد چنان از جدایی. همه هستیم یافت نقصان ز دوری، گل عشرتم شد خزان از جدایی.
از آن در سینه از من کینه داری، که مهر دیگری در سینه داری. غم دیرین خورم تا چند ساقی، بیاور گر می دیرینه داری. نظر سوی دلفگاری نداری، اگر داری به من باری نداری. جفا گفتم نداری، داری اما وفا پنداشتم داری نداری. به جانت گفته ای رحمی ندارم، نداری جان من آری نداری.
بیا که نوبت صلح است و دوستی و عنایت، به شرط آن که نگوییم از آن چه رفت حکایت. ملامت من مسکین کسی کند که نداند که عشق تا به چه حد است که عشق تا به چه حد است تا به چه غایت
خانه امروز بهشت است که رضوان اینجاست، وقت پروردن جان است که جانان اینجاست. مست اگر نقل طلب کرد به بازار مرو، مغز بادام تر و پسته خندان اینجا.
گلستان گذشتی. شبنم هنوز بر رخ گل آب می‌زند. یک صبحدم به صحن گلستان گذشتی. شبنم هنوز بر رخ گل آب می‌زند.
این بود شاخ گل شماره 449.